داشتم یک سری حرفایی رو میزدم گفتم بذار ضبطشون کنم. گفتم که تو وقتی که هیچی نداری، صفری، صفر رو میکنی 10، 10 رو میکنی 20، 30 رو میکنی 40. لذت بخشه، تلاش میکنی، به دست میاری. ولی از یه جای بعد وقتی مثلا صفر رو کردی 1000، دیگه 1000 بشه، 1100 بشه، 2000 بشه، 3000 بشه، 4000، دیگه فرقی نمیکنه. هی گسترش پیدا میکنی، یه مغازه رو میکنی 2 تا مغازه، 3 تا مغازه، یه خونه رو میکنی 10 تا خونه، اجاره میگیری. این میشه جنبه مادیش. ولی گسترش از جنبه معنوی خیلی قشنگه، چون ته نداره. داشتم فیلم میگرفتم، داشتم صحبت میکردم در واقع با خودم. میگم خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر که من تمام چیزهایی که میخواستم رسیدم. چیزایی که این مراحل همه رو طی کردم. خونه، ماشین، خونه، ماشین، خونه، ماشین، همه اینا رو به دست آوردم. اجاره بگیر، مغازه، تو این سن دیگه یه جایی به بعد دیگه تو اشباع میشی دیگه از نظر مادی. به چی میرسی؟ به اینکه فقط تو راه خدا، در راه خدا زندگی کنی، دست بنده خدا رو بگیری و کمک کنی و کاری که خدا رو خوش میاد انجام بدی. که اگر اون علم آگاهی رو من داشتم تو همون زمانی هم که چیزی نداشتم، بازم همین کارا رو میکردم. دیر متوجه شدم. و الان من دائم از خدا میخوام که منو ببخشه، که چرا تو زمان نداری من از یاد خدا غافل بودم. دیر پیداش کردم. الهی پروردگار، الهی، 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 منو به جایی برسونی که تو از طریق دست من به بندهات کمک کنی. بهترین و لذت بخشترین دعایی بود که میتونستم تو این لحظه از خدا بخوام. به یه جایی میرسی که دوست داری خدا از طریق تو کارا رو انجام بده واسه بندهاش. دوست داری بشی بنده یک خداوند. خدایا شکرت، 100,000 مرتبه شکرت پروردگار که
به جایگاهی که میخواستم رسیدم. از این به بعدش منو تنها نذار. تو باشی من هستم. یعنی تو من بگو الان برگرد به 10 سال پیش، حتی 1 ثانیه زندگی کردن بدون تو ممکن نیست. پروردگارا همونطور که من آگاه کردی، همونطور که تو زندگی من اومدی، همونطور که من از جاهلیت نجات دادی، بقیه بنده هاتم که تو اون جایگاه قبلی منن کمک کن، نجاتشون بده پروردگار. زندگی بدون تو ممکن نیست. پروردگارا هرچی به خیر صلاح منه، هرچی که فکر میکنی برای من خوبه، برای بندگانت خوبه، انجام بده. پروردگارا دور منو پر از آدمای خوب، آدمای بد و از زندگی من خود به خود حذف کن. پروردگارا کاری کن که من از این بیشتر به یاد تو باشم. پروردگارا منو برای گذاشتم ببخش. و برای حالم شکرت. پروردگارا برای چیزایی که بهم ندادی، چیزایی که بهم دادی، چیزایی که میخوای بهم بدی، شکرت. تو چیزی بهم ندیم رزق و روزیه. شکر. منو به خودت نزدیکتر کن، منو به یادت نزدیکتر کن. من این شکوه آرامشی که الان دارم و ذره به ذره شو مدیونتم. پروردگارا بابت هر چیزی که تا الان مادی معنوی تو این دنیا بهم دادی، منو از صفر به همه چی رسوندی. چیزی نیست که نداشته باشم. خونه، ماشین، پول، مغازه، سلامتی، زن خوب، زندگی خوب. برای تمام اینایی که من دادی شکرت. میرسونه آدم به جایی که مادیات میشه صفر، میشه بیارزش، ته داره. پروردگارا کمک کن که توی مسیر تو ذره پا کج نذارم، ذره فکر و نیت بد نداشته باشم. پروردگارا عفو کن من. شکرت که هستی، شکرت که کنارمی،
شکرت که هر لحظه بهت فکر میکنم. شکرت، فقط شکرت.